چی شد؟ من در کجایم؟ در بین دشمن. بستو فرد مرا از اینجا میروم. اگر برای تو در روز میترونم اینجا رو میدانی بازی خیلی کردی. تنی امرو زودتر کن. گفتم آمده بر اومدن لازم. زودتر. راه کرد. چرا با من کمک میکنی؟ ایش درو. کلی وقتی که دفونه. اگر مردن نخوری زودتر شتاب کن فهمو. راه کرد. پدر بودن اینقدر مشکل بوده. من فهمیدم تو و سینون پدری مرا میشناسه. شاید سینون دوستی پدرت است. پدرت رو ناز میشناسه. اکنون زودتر رو زودتر اکنون گفت نشد. من برمیگردم. بچه بودن پدرم رو از اون میپرسم. مایلش زودتر. اگر نگوید او رو هم میکشم. سلیما او رفت او رفت. اما باز برگشته پدرش رو از تو میپوشیده سینون. اگر نگویی تو رو میکشته. او هم مثل تو خیلی یکرا بوده. خوب تشکر سلیما تشکر. به خدا پدر من مشکل بوده. پدر خدا میخوام اما تو قلب رو شکستی. شکستی پسر شکستی. داود اونیستا خدیجه را از دست دادیم. خدیجه نیست. نورها نیستند. همه را جمع کنم هم یک آدمی با عقل نمیومم. راه گرده. بیخ نشد باتن کماندان. آرام شد. هیچ نباشد قاتل کماندان در دست ما. آدمهای ما برای قتل او تیاری میبینند. ما یگان راهش را یافته نوارها را میگیریم. با دست دیگران نرسیده این نوارها را گرفتن ما لازم. ما دیگر علاج نداریم. کودک را سحر به خط میرسانیم. من اکنون چیکار کنم؟ اینهایم از پس آن نوارهایم. من از دست دکتر گرفته نتوانستم. حضرتم باشد مرا انتظار است. من به یک وظیفه ایناس میدیم. اویا که پوشایمان شده این نزد دکتر میرویم. در دست او امانت ما است. در کجا پینهان کردنش را فهمیده گرفته میاریم. فهمیدیم بعد دکتر را هم به جهنم میشویم. یعنی که شما یک گروه کم دستوران هستید؟ بله. برای همین دستانم را بستید. وظیفه ما همین با ما میبرید.
بنشین. از تو برای معامله خوب نکردن من عذر میخوایم، اما دیگر علاج نداشتیم. مرحمت شکمت را سیر بکن. از من چی میخواید؟ اول شکمت را سیر بکن. جواب سوالم را بخواهم. برای شما را گریزید. مدت زیاد از تو را تعقیب میکنیم. درباره تو همه چیز را میدونیم. پسر زلال بودنت را و معلم خانه‌دار شدنت را، یافتن خطیچه را، کوتاه گپ همه چیز را میدونیم. درباره نوارها هم میدونیم آقای طاهر. نیتتان را اکنون فهمیدم. خیلی خوب. نوارها را به ما میدهید. چرا با شما باور کرده اونها رو دهم؟ ما یک گروه وطن دوستدارانیم. کی بودن ما مهم نیست. مهمش مقصد ما یک است. نمیفهمم چرا اگر یکون کس کاری خوب کند در حال وطن دوستدارم میگردد. گوش کن دکتر، آن نوارها برای ما خیلی مهم است. زیاد در کجا پنهان کردن از جویی، این برای تو و عائله بهتر است. حرکت داخل است. اگر یک حرکتی بجا کنید میپرانم. آرام شو. مگر که بودنی ما رو نمیدونی؟ نه، خوب میدونم. کارهای با پدرم کرده اتان رو با من کردن نمیتونید. حاضر رفته آن نوارها رو با پلیس بردن اشتفادم. ما به هیچ کس کاری نکردیم و آن نوارها را به پلیس سپارده نمیتوان. در راه تو را دستگیر میکنند. خیر اگر مبادا برده توانیم فکر میکنی که در پلیس ما آدم نداریم. آن نوارها را از دو سر میگیریم. نه فکر کن. اگر ندیهم مرا میکشید. گوش کن، آرام شو. نوارها را ده. نه، اصلا نمیدیم. نه با شما، نه با تشکیلات، نه با عبدالله، به هیچ کس نمیدیم. به این نگاه. وای دویم چقدر زیباست این کپ. از همه زیبایش را تو دوستی. البته میدارم، چون که من در این کار استایم. راست میگویی. کن یک طرف ایستید من هم بینم. با این کپ چی شد؟ زبزنه دخیل. ابراهیم کنی با من ده بینم. نترس نمیخورم. آقای بحری آرومسا گذاشتم. دیگر تو با ما تفاهی کردن نمیتوانی. از این بعد به نزدمان هم آمده نمیتوانی. چرا؟ چی شد؟ رفته از مادرت پرس او میفهماند. ها میگویی؟ فهمیدیم که پدرت یک سیاه بدن شده است، اما تو پسری شیخ هم گفته میگردی. این چه میشود که چی بودنی پدرت را نمیدانی؟ چی گفت کنید دفعه؟ چی گفت؟ این را همه میگردی. من با تو بیشتر میگردی. این را بین زبزن. سست دمید. نه از طاهر درق، نه از خدیجه. شاید گریخته نتوانستم و آنها را دستگیر کردم. رفته بینم. مادر جان آمدن. اومدن. ایشت خلای جیرم من میبینم. تو کسی؟
منم اکنون آلدو آلدو؟ بهری سرم بهری بیو با درون دارم یک سرم سرم بگو باهیر و خطیجه هم در کجا هم؟ گورستان اما در کجای هم نمیدونم. شکر خدا جان. باری سرم چرا دیره میکنی؟ از وقتی بدیها در اومد اولاشم میکرد منظور گرفته بود اما در برای بینموسی شما گپ میزنم. مکشم من با این بچه چیکار کنم؟ خدا با من کمک کن. زیاد خیلی دخترم خیلی خدا رو بدستی با چشم دیدی که خوب است. انا حال مرا بید من چیکار کنم؟ نه پسرم است نه دخترم توفیق نشد. روازی جا این چی کار از یادم کماندان؟ کودک رو در این کار استفاده میبرید؟ این قراری نوی تشکیلات است. از این بعد موها را همین طور می‌نویسیم. مثل اویلا از هیچ چیز بی‌خبر است. گنج بیا. نکن زودان. این کودک نوزاد بیمار رو در این کار استفاده نبر و بال است. بیهوده گپ نزنیشان. بگذار کودک از همین چی مثال با ما کمک کند. گنی بیا. برای ما این راهی بهترین. با این کودک پدر و مادر لازم. این کار را هم حل میکنیم فهمیدی؟ از جای تو نجوره. تو چی بیمونه شده ای؟ بیترم را دیگه به خدا میروم. من شوخی نمیکنم. از جای نجوم. آروم شو خدیجه. کودکت با دکتر احتیاج دارد. احوالش خوب نیست. سلاحت را پرتا نباشد حربیت را میکشم. گوی که همه سلاحت را فرارد. کنی بگو. هیچ کس از جایش نتونبد. اگر مرا کسی هم تو و هم پسرت نمیرید تو میدانی؟ خدیجه بیا به خودی سلاحت را پرتا. میدانم که من رو با کودکم زنده نمیمونم. دردی منو
طرفم رو نکنی. خیلی درست طرفم رو نگاه کن. توهین دادرم کاش دستم میشکست و برادرم رو نمیزدم. من اکنون چی کار میکنم؟ کودکم رو چی در نجاتی هم؟ بیا توهین آمده برو نجاتی. توهین بیدار شد؟ نه حالا خوب است. خدایا من چیکار کنم؟ خدایا کمکم کن. خدایا با من کمک کن. خدایا خداوندا تیارم شد. جان شد در راه قربان کنم. ای خدای بزرگ، ای خدای یگانه، خواهش میکنم بگو چیکار کنم. خواهش میکنم دستم رو بگیر و من کمک کن. بگو چیکار کنم. با کدام راه برم؟ با کی باور کنم خدایا که برای انتظار دوست من کی هست؟ مرا ببخش خدایا، ببخش که من خطا کردم. بعد از من تو از من جوابی کارهایت را می‌پرسی. ای خدای بزرگ، اگر از من پرسی نمیدانم چی جواب کرد. ببخش، خطایم را ببخش. من میروم، روحم را میروم. مرا نگذار، مرا تنها نگذار.
مرا صاحبی کن خدا جان. التماس نه من او را میابم. حتما او را میابم. چرا برای اجازه دادی؟ چون که باید از اون نوارها رو بگیری. بیدار نشدم ای راحت قاضی رفته بحری گفتن یک دوست را قتل میکنیم. در کردی باتم کودک سلیمه را بیهوش کرده گریخته. آفرین. سلیمه خوب است. خوب است. همه شاید سینان. یک کودک را صاحبی کردن نتوانسته. این چه کار است سینان کماندان؟ به من نگر باشد. کودک گریخته باشد عیب سلیمه است. رفته او را پرس. کارهای کردت را فراموش نکردم تا اینها را از تو میپرسم. بعد میبینی که با سینان شوخی کردن چه بوده. من دادای سر دارم. هیچ کس هیچ کار کردن نمیتواند. بهتر است این که خودت را محافظت کن باز نمونی. میبینیم. الو تو چرا میگویی دادن کماندان؟ حاضر در نزدم. اگر زنده ماندنی کودکش را خواهد آن نوارها را گرفته به تو میآورد. سلیمان من روان میکنم آن طرفش را تو میدانی. بازاری سخت میشود. نوارها را که گرفتی خبر ده. من کودک رو نمیکشم فهمیدی؟ فهمیدی؟ حاضر به نزدی اکد میروی. اون نوارها را به باتن کماندان میسپاری تا گفته‌هایم را اجرا نکنی کودک در دستم میایستد. اکنون او را بری. چی میشود؟ با کودکم چی میشود؟ کودکم را آزاد نده. به خود و نوارها را برده به باتن کماندان میدهم. اشترا رفته کارهای به کودک دخل گفته تیار است؟ کماندان. کمی بدتر میکرستیم. مایل بزن کماندان. قربانت شوم. این کار نکن. آخر تو در اینجا چیکار میکنی؟ به خونه برگرد. پدر و مادرم از من تو بیمار شدن. اگر یک بار رفته حال آنها رو میدیدی آنها رو هیچ بار تنها نمیگذاشتی. تو چی ها میگویی افا؟ از اینجا برآمدن آسان است مگر؟ به خدا مرا زنده نمیگذارد. یک وزیر دو اطراف است. میگر رفته به پدر و مادرم گوی که برایم دعا کنم وگرنه
2 سال نگذشته از اینجا مردم رو میگی. فردا خدایی زنده میمونند. با کماندان ها هیچ چیز نمیشود. اما شما شهید میشوید. تمام باشه، گریه نکن. دخترت از جان دست میداند، اما نمیبینی بیعقل است. گریه نکنم. این گفت را برای غمگین شدن نگفتم. کی میداند؟ شاید زنده ماند. برایم دعا کنید. استودیوی سیما پروداکشن برای هواداران سینما باز یک فیلم جدید را با نام گرداب زندگی تقدیم میکند. در یک از دههای استانبول دختری با نام یاسمن زندگی میکند. در ایام خردیش او مادرش را از دست میدهد. پدر و خواهر پدرش در عائله کندیزاد با عرف و عادتهای سنتیشان او را به پایان میرسانند. شمسی دوست دیرینه یاسمن که آنها از دوران کودکی با هم در یک دیه بودند. او آرزویی با یاسمن خانه‌دار شدن نداشت. شمسی جوانی کمبغل بود. یاسمن باشد برای برطرف کردن مشکلی‌های روزگار تنها در آرزوی ثروت بود. با وجود آن یاسمن شمسی را دوست می‌داشت، ولی عشق‌ورزی آنها دیر دوام نکرد. زیرا بعد از وفات اپای شمسی خصلت شمسی کلاً تغییر می‌یابد. آتش عشق در دل یاسمن آهسته آهسته خاموش شدن می‌گیرد. یاسمن عمکی داشت که صاحبکار بود. با اهل عائله آنها از خردی آشنا نبود. عمکش صاحب دختر بود، یکی با نام دویگو و دیگری پیلین. با امر تقدیر آنها روزی وا می‌خورند. پیلین داماد شونده داشت با نام مجید که از عائله ثروتمندان بود. بنابر سببی در خارج تحصیل را به اتمام رسانیدن، پیلین عروس شونده مجید به خاطر او شب‌نشینی می‌آراید. یاسمن آنجا دعوتی بود. حادثه‌ای که در شب‌نشینی روی داد هیچ کس انتظار نبود. یاسمن در گرداب زندگی رفت می‌شود. Kim yaptı? Abi. Kim? Makyaj yakacak. Öpmeyeceğim canım seni. Nasıl olsa hep beraberiz. این فیلم جدید را که استودیوی سیما پروداکشن پیشنهاد میکند. روزهای نزدیک از نقطه‌های فروشی میتوانید دسترس نمایید. تمام شد. صحبت بسد. شما با محمود چی میکرید؟ او دودر میشود. یعنی دودره؟ ما محمود رو دوست میداریم. خواطر نشو مثل گوهره که چشم ما نسیاد میکنیم. شما از دیه کلیکی هستید؟ وقتی از اینجا رفتن از سری راحتون یک خانه میبراید. یک امانت رو میدهید. چه؟ این چه امانت است؟ با من بیایید. رسید. دامنگید. این کودک رو در براتون بگیرید. مثل کودکی خودتون احتیاط میکنید. این کودک رو برده به همان خانه میدهید. تمام، ما ازش نمیبریم. اما هوا خنک است. این کودک عذاب میکشد. غم نخورید. نمیمیرد. در اینجا مادرش رو تولد کرد و مرد. با نزد بابایش میفرستیم. بگذار در خانه گرمی بابایش زندگی کند. خدا رو توبه. چقدر کودکی زیبا.
این کارو نکن زازا، نکن. کودک در راه میمیرد. این بیچاره ها رو چرا به این کار همراه میکنید؟ اگر آنها رو دستگیر کنم یک عمر پس پنجره میشینم. تو که این کار رو میدونی. میدونی که تو رفضیت رو یک سفزار دکتر فهمیدی؟ این کار رو باری عمل نمیکنی. پیر شدی و حالا هم یاد نگرفتی. برای دعوا همه کار روا. شما زود روید. راحتون دراز. حالا من به شما نشان میدهم. سردار در درون؟ بله در درون است. آن نوارها را نیابیم همه چیز آشکار می شود. جبار ما را اینجا زنده نمیمونند. رفته بین این بچه چی کار کرده است. اطاعت سردارم. بحری حضرتم من جای نوارها را یافتم. تو در حقیقت مجاهد دانایی. جایش رو به ما نشان ده. رفت زیرین. جبار همه را جمع کن. اطاعت سردارم. آفرین بچم. آفرین. مجاهدها جمع شوید. جمع شوید. و جهاد میروید. ایاده بیانیم حضرتم. کنی راه کرده امانت ها را گرفته می آید. زودتر. راه را نشان ده. اطاعت سردارم. السلام علیکم. علیکم السلام. تشکر، خدا راضی باشد. آقا یعقوب را میگم. فهمیدم که در همین دهه بود است. او را دیدن میخواهم. بله در همین ده هست. کنی ادریس جان این عکد را به نزد یعقوب ببر. خدا شما راضی باشد. احتیاط که پسرم. تو به مطلب میرسی؟ بله. کلام شبیه کی میشه؟ مثل آقای یعقوب میشوم. برای چی؟ مثل آقای یعقوب و درد همه دوا میبخشم و بیچاره و یتیمان کمک میکنم. مثل او کارهای خوب میکنم. یعنی که خوبی کردن. اگر مولا شده نتوانی چی؟ اگر مولا نشم دکتر میشوم. برای چی؟ دکترها هم خوبی میکنم. یعنی دکترها هم درد آدمان را دوا میبخشند. مرحمت گذارم. انا در اینجا. تشکر بسیار. اگر آقای یعقوب قبول کنم با او صحبت کردم. دروازه او برای همه گشوده است. خوش آمدید. مرحمت. از این بعد جنگ و جنجال نستشه. توبه کنید دیگر جنجال. با خواست خدا از این بعد به توی هر جایشان همراه می‌آییم. تشکر حضرتم. خدا شما راضی باشد. تشکر. از این بعد با برادرم زیاد دعوا ندارم. راحت باشه. پیش از راه برآمدن یک شوربای گرم خدا راضی باشد. مرحمت گذارم. حضرتم خبر دارم. خوش آمدی دکتر. کمی دیر مانده اما مهم. دسترخوان تیار است. ترونکی دارم.
خواطر نشد به مادرت خبر دادی در اینجا بودنت را میدانم. اوه آقای طاهر شما کجا شدید؟ تمام شد. کم تبی دیگر منصوب با عبدالله که باشد پدرم هم نمیتون بس نفهم تاک نیست. پدرت به شهر است در آنجا کمی کار باشد. آلو اساسی پدرت نمیوید. تمام شد. السلام علیکم. و علیکم السلام. به شما یک خبر آوردم. گوش میکنم. مرا حضرت یعقوب فرستاد. آقای طاهر مهمان شد. شما خواطر نشوید گفت. همراهش یگان زن بود؟ با خدا دیگر چیزی را نمیدانم. خیر خدا راضی باشد. تیزبان من دست خالای جلال رو خبر دیگم باز خواطر نکنم. مایلش خیر. من چی میکنم؟ به نظر سر آمده میتوانی. رئیس به شهر است. راست میگویی؟ بله اما تو اومدنی من او به تو امانت. مایلش خیر. بیزو اپای خدیجه گوش کن طاهر در کجا؟ در درون است؟ نه در اینجا نیست میآید بیایید اصلا شما رو به نزد خالای جلال برم رفتید. میدونی چی دکتر برکت پنهان است در کجا هست نمیدانم. برای نعمت شکر کردن لازم که زیاد شود. انا این طرز زیاد که شد تا آن را جایه نمیکنم. سنت چون تربیه میکنم. ناشکری در این زمانه آدمان را به سوی بلای عظیم میبرد. بسیاری ها البته این را نمیکنم. خدا راضی باشد. تا خیلی باید شده. لذت در شکر نعمت. شکر نعمت چیست حضرت؟ نعمت را با شکر اندیشه و ذکر درست نفهمیدید. به نعمت دست دراز میکنید. بسم الله میگوید. این کار نیست. در بینش در وسط نعمت دهنده را به یاد میآورد. این اندیشه است. در آخر صاحب نعمت را شکر میکنید. اگر اینطور باشد نعمت را چطور زیاد میکنید؟ مثلا سرداری دولت به تو هدیه روان میکند. کسی کمش را صرف کرده زیادش را میماند. همینطور نعمت زیاد میشود. اگر درست‌تر فکر کنید همه خزینه های عالم یک قطره آب است. کاش که این را آدمان به انصاف هم میفهمیدند. دکتر میدانی که همه آدمان کریم خلق شده‌اند، اما بعضا به کارهای ناشایند دست زده به شکری می‌افتند. برای همین ذات آنها را می آقای دکتر کارهایشان را ملامت کردند. اما حضرت بسیاری آنها جنگاور شدند. از کجا آدمان اینقدر بد میشد؟ تو حضرت اکرمه رضی الله عنه را میدانی؟ از صحابگان پسری کیست؟ پسر ابوجهل. بله او حضرت پیغمبرمان را با پدرش میدانی چقدر عذاب داده. بله اما بر عوضش پیغمبرمان نکی کردند. دلی او را آب کرد. راست اکرمه با آن فتانتش آمده مسلمان شد، اما
فراموش نکن که پیغمبرمان تنها با یک راه و دل آنها نزدیک شده. تمام. ما هم باید این راه را استفاده بریم تا به دل آنها راه یافته از راه خطا بازگردیم. خیلی مشکل. مشکل را تنها پسرم با یک راه آسان کرده می شود. برای این گناهگار را نیست خطایی کردهش را اصلاح باید کرد. اگر این خیل کنیم خطاکارها خطایی کردهشان را دیده خود اصلاح می شود. گفته از آن را عقلم قبول می کند، اما هیچ کس آن نمی کند. خطاکارها نباشند دنیا مرده می رود. من از آنها چقدر ظلم دیدم. چقدر زیباست درمی. آیا این گل با همه برگهایش زیبا است یا اینکه با یک برگش زیباست؟ پسرم، همه انسان مثل گل است به شرطی که برگهایش فرق نداشته باشد. یک خصلت بدی انسان میتواند همه خصلت‌های خودش را پنهان کند. خدای توبه، برای شما چقدر کلان است. بله، در نظرمان خوشحال ولی تنگ است، اما در حضرتها پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای همه خوشحال است. اکنون گپ زن دکتر، با کدام درد تو به نزدم آمدی؟ به دستم نوارها افتادم. مشکلی همگی هست در همین نوارها افتادم. من خواستم که آنها را با پلیس برم، اما باز شبه کردم. آنها در همه جا آدم دارند. شاید آن پلیس هم یکی از آنها باشد. گوش کن پسرم، تو به اینجا آمدی، مادرت دیگر نزدیکانت در اینجا بودنت را ندانستند، یعنی که تو از کودکی از دهت جدا شده باز برگشت. این تصادف است؟ در این باره راست میگویی. من به تصادف گفتن چیز باور ندارم. خداوند تو را صاحبی وظیفه کرده است. این نوارها به دست تو افتاده باشند، پس این امانتی تو. این کار بیهوده چنین صورت نمی‌گیرد. امانت را صاحب شد، آنها را به دست امنیت بده. یعنی با چی؟ گوش کن دکتر، هر یک کار صاحب دارد. آدمانی که به این کار وظیفه دارند نوارها را به آنها گفته بود. کمی بیشتر درباره خطا و خطاکار صحبت کرد. در بین پالیس‌ها خطاکار باشند او ظالم است. او البته ظلم می‌کند، اما دنیا هیچگاه یخچال نمی‌ماند. آن نوارها را پنهان کند هم. این نگذشته می‌بینی که یک شمال شد و همه‌اش را روی آب برآورد و حق را عاقبت به حقدار خواهد رساند. پسرم، تو کارت را کن، نوارها را برده به لعنت. راست میگویی. آنها به تو امانت است. امانت را صاحب شد. راست میگویی. خدا از شما راضی باشد. اجازه دهید وظیفه‌ام را اجرا کنم. نوارها را برده می‌شوم. چه فعلی که خواهید، کدام وقتی که خواهید دید، این در برای تو همیشه بود.
گوش نکن. وظیفه نمیخوای، اما اگر دهان نگیری که هم نمیخوای. حاضر همش رو خوب فهمیدم. پسرم، آنها به فکرم نمی آیند. رفته بینیم چی؟ مایلش خدا جان، مایلش. من این نوارها رو در اون جای باوری نو پنهان میکنم. احتیاط شو پسرم. آنا در اینجا حاضر میرفتیم. آقای طاهر به نزدیک خوب رفته. کمی پیش خبر روان کرد. شکر خدا جو. حواظیر نشوید گفتم. آنا در این خونه. از جایتون نجون بید وگرنه بکشم. یک طرفی. مقدر بینی شما همین طور به اجازه در آمدن ممکن است؟ این رو از تو بر این به ایمان آموزم. نمیدانم از کی آموختی، اما بهتر باید معلوم. نجو. نوارها را گرفت. چیکار میکنی؟ یک طرف. السلام علیکم. و علیکم السلام. مدیراتون رو آورد. دوزن را منتد. خدا صبرش کرد. گفتی مادرش مردن. تشکر به شما. آقا کودک بیمار است. او رو زودتر به دکتر بردن لازم. تشکر. ما خودمون میبریم. میبریم. سلامت باش. انشالله کودک یاد می شود حسن. انشالله شا انشالله. بسیار شکر که در خانه هست. کاری خوب. مال به ضرر به دستم رسید. باز هم سر نشد. اگر این را کسی نفهمد.
اسم پسرتان را دیده میتوانید. این کودک را نزد زادان برید. مادر کودک در نزد اوست. میتونی فرزندتان احتیاط کنید. نیستی آتش میسازد این کودک. اول با دکتر میبردیم. هیچ چیز نمیشود، نترسید. در آنجا دکتر است، میبیند. شما کارتان را بدید. نغمه نکرده و هیچ جا نرفته کودک را راست به نزد زادان برید. رفتید. به خدا این کودک تا آنجا زنده نمیماند. بهتر است او را برده به دکتر نشان دهیم. به خدا نمیدونم. سرمان در بلا. این آدم گفت که در حال به نزد زادان برید. آخر این کودک مور است. به این حال با دکتر میرود. راست میگویی. این طور نمیشود. اول کودک را نزد دکتر میبریم. آن طرفش خدا کریم است. سلیمان کیست دخترم؟ کودکی من است مادر جان. یعنی تولد کردی؟ بله مادر. در که حالی منو میدیدین یکون کودک زنده نمیماند. کمالی خدا را دید. شکری نامت خدا جان. شکری نامت. من میبینم. اکا؟ بلکه خدیجه را آورده به تو. اکا شما چی ها میگویید؟ اپا هم خدیجه اینجاست بینید. خدیجه اینجاست؟ ها؟ در درون است. راهی برادرم حقت را حوال کن. برادرم نمیخواستم. برای کودکم کردم. برای بنازش رفتم. من تو رو میفهمم. کودکت رو در آنجا گذاشته نمیخواستی. او رو گرفتی. نتوانستم. آن رو بردم. اکنون بدتر شد. جزوی آنها رو میدهیم. یلماز آن نوارها رو بیار. برده به پلیس میسپارم. طاهر نوارها را نبودند. در دست عبدالله. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. داری که امشب با خیالت گفتگو کردم. خودم را با کمال عکسی رو دوست دارم دوستم داری با خنده حاصل میبری میدونی که عشق منی ای سرسزم مردی خانه مردی دانا مردی مردها پدرم قد بلند داره کن خندانه بیا کن گریانه خودت بیران داری دخترت چرایی خندان داری دخترت نمیدونم که یارم بود گلبر دلم از تمام دنیا بر زیدی ما بود باشد
برنده تبریک می‌دارم. میگه توی یوری بر توی با همه خسرنده میکنه. پیراهه تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.